سلام دوستان، اینجا مجموعه مرادزاده هستش. میخوایم سوکت چراغ جلوی پژو 405 و پراید رو درست کنیم. الان 3 تا سیم به اندازه 15 سانت، 3 تا سرسیم پرچمی میاریم و طبق تصویری که دارید ببینید درست میکنیم. همونطور که دارید میبینید ما با انبوه قلفی خیلی کوچک درست میکنیم. کار ساده است، تو خونه خودتون هم میتونید انجام بدین. من برای کارهای خودم انجام میدم. زمانی که یک ماشین میخواد سوکتی ازش عوض بشه، دیگه نمیام سیم بزنم، حالت فابریکی وصل میکنم، فقط سیم ماشین کوتاه میشه و اینکه فیش مستقیم میخوره، دیگه سیم اضافه و چسب برق استفاده نمیشه. خب کار ما تموم شد. این سوکت که میبینید منفی بالا نور پایین، سمت این سمت نور بالا. منفی رو مشکی میزنیم و نور پایین و نور بالا رو قرمز میزنیم، چون تفاوتی نداره. اگه جا به جا بزنیم نورا فقط جا به جا میشن و سعی میکنیم طبق سوکت خودش وصل کنیم. کار ما تموم شد. سیما رو هم تراز میکنیم که یک اندازه باشن، یه خط کات بهش میزنیم که راحت سیم درات. پایان کار. این هم نمونه سوکت های دیگه.